برعکس بعضی از ویدیوها ممکنه آخر جمله پایانش یکم باز باشه، ولی خب مفعول گفته میشه همیشه. مثلا میگم کاری خفن در راه یا کاری خفن. خب مثلا کاری خفن در راه، این منظور رو میرسونم، فعل آخری بسته نمیشه. این به خاطر داستان شورت ویدیوه و یه حکایت یادم اومد، بذار ببینم وقتشه. این میخه تو دیوار رو میبینیم، یه پسری بود خیلی خشم داشت. بعد پدرش بهش میگه که برای اینکه خشم رو کنترل کنی، هر بار عصبانی شدی از کوره در رفتی یه میخ بردار بکوب تو دیوار. پسرم آقا این کار انجام میده، یه 2-3 ماه میگذره میبینه دیوار شده پر میخ. بعد این خشمش کمتر میشه. بعد خشمش از بین میره که دیگه یه روز میشه هیچ میخی نمیکوبه، مثلا یه هفته میشه هیچ میخی نمیکوبه. میگه پدر من خشمم از بین رفته. میگه باباش میگه حالا این میخیشو بگیر، هر روز که عصبانی نیستی یکی از میخا رو بکش. بعد که میخا رو میکشه میبینه درخت، میبینه دیوار رو ترکون